بحثی که امشب داریم بحث تحولات سوریه است. در شرایطی که حدود 16 ماه از آغاز ناآرامی‌ها در کشور سوریه میگذره، من اجازه بدید که اولین سوال رو از شما بپرسم، وقتمونم کم هست. من خواهش میکنم که پاسخ‌ها هم کوتاه باشه. خوب شد که از همین اول دست خودتو رو کردی که چی تو چنته داری. ناکس، برخلاف اونایی که آدم دیر میشناستشون. مرحوم اموی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض کردم بله، میفرمودن که یه رفیقی داشتم که مدت‌ها باش رفیق بودم تا اینکه بالاخره با هم آشنا شدیم. ناکس، هنوز بی بسم الله رو نگفته شرط و بی میکنی که کوتاه صحبت کنم. وقت نداری، برو یه مهمون بیار تو کالیبر خودت که حرف واسه گفتن نداشته باشه. مشنگ با این هارت و پورتای اضافی. مرحوم اموی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض کردم بله، میفرمودن که بعضی پشه‌ها انگار اگزوز زنبوری قورت دادن. موقعی که میخوای بخوابی میبینی که صدای موتور سنگین میدن تو اتاق. حکایت توه. بعضی ماشینا هم هستن که با وجود ثقل و قیمتشون خیلی با سر صدای پایین کار میکنن. اما بحث سوریه همونطوری که در اخبار موثق تلویزیون نظام هم میگیم در آرامش کامل به سر میبره. حال هم خوبه. وزیر دفاع سلام میرسونه، معاون وزیر دفاع که اصلا سلام مخصوص میرسونه. همه مردم هم راضی هستن، سر و دست پیش کردن برای بشار اسد. به جز ممکنه اگه پیدا بشه یه چند نفری این طرف اون طرف پراکنده که مثلا مخالف باشن. بله، اینا به حال خیلی هاشون سوری هم نیستن، از کشورهای دیگه، یعنی تبعی کشورهای دیگه که این کار رو انجام میدن. اون که بله، به تعداد انگشت شماری از خارج اومدن. حالا اینکه چطوری یه تعداد انگشت شمار یه طوری دارن بشار رو کله پا میکنن که از چپ و چهار سمت عصا میدیم زیر بغلش ولی افاقه نمیکنه، دیگه قسمت سخت سواله که توی این برنامه بهش نمیپردازی. بدبختیش اینا که اونام که اومدن نگرش دارن، نه که منفعت خودشونه، یه جورایی چیزن، وگرنه این بیزبو قره قروت هم نیست که اقلا دهن آدما رو آب بندازه. تعدیگ هم نیست که دو تا آدم ندید بدید سرش دعوا کنن. ولی حالا از چین تا روسیه و خیلی های دیگه که نمیخوام اسمشون رو بیارم که مقام عضواشون مطرح بشه، شیش چنگولی باید بچسبن که خلاصه چیز نشه که مقام عضوا دوباره حالشون بد بشه. اما بحث دوم رو من از شما بپرسم و اون این که خب به همون نسبتی که شما میفرمایید روسیه اهمیت پیدا کرده، به نظر میسه ایران هم اهمیت پیدا کرده که حالا آقای عنان میاد میگه آقا حتما باعث ایران در داخل این گروه تماس باشه و بقیه هم مخالفت میکنن. علت این مباحث چی هستش؟ یعنی حضور یا عدم حضور ایران تو این گروه چه اهمیتی داره؟ ما اینقدر ایما اشاره اومدیم که بحث و نکش به اینجا تو نفهمیدی؟ فکر کنم تو هم از اونایی هستی که هر وقت اسب میبینی با حسرت یه نگاهی میکنی و میگی کاش که تحصیلات هم ادامه داده بودن. نه، تو از اولش اینطوری بودی یا اولا شعور داشتی بعدا کم کم نم کشی؟ تو هم اینطوری عین ماست اینجا وای نستا منو نگاه بکنی تو را آوردن که همین چیزا رو جمع و جور بکنی. مشنگ، خب وارد شو، یه سوالی بکن، یه حرفی بزن که بحث گرد بشه. سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همچنین خیلی خوش آمد میگم خدمت بزرگوار حاضر در استودیو. پیشنهاد من این است تا ایران در مورد مسائل سوریه به نفع هیچ طرفی در واقع وارد عمل نشه. این حرفو برات نوشته بودن یا نتیجه فهم و شعور خودت بود؟ نه، این سوال خود بنده بود که همیشه دوست داشتم که بدونم واقعا چرا اونا این همه. اگه الان هیچی بهت نمیگم فقط به خاطر راهنمود مرحوم امویه که همیشه میفرمودن موقع عصبانیت 10 ثانیه صبر کن، اگه دم دستت بود یه لیوان آبم بخور، حتما فوشای بهتری یادت میاد که بتونی بدی و دق دلی خالی کنی. من نمیفهمم چطوریه که هم باید به من میکروفون بدن هم به شما دوتا بشنگا نفری یه میکروفون بدن. آخه خدایا این چه عدالتیه؟ حکایت همین مشکلیه که یکی از باباش پول ارث میبره یکی کچلی. همین حرفامو داشته باش، برای تو از طرف هم زیاده. خب بحثای سنگین‌تر رو واردش نشو چون ممکنه مغزت رگ به رگ بشه. خیلی ممنونم از توضیحات کامل جناب عالی. آقای ملکی، ما با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم. تو تازه برای ادامه برنامه منتظر این یکی هستی؟ نمیخواد بابا جمع کنین کاسه کوزتون رو بریم پی کارتون. خودم هم حال درست حسابی ندارم. اون وضعیت بشار، اون یکی وضعیت عراق و تحریم و داخل و مجلس و از این حرفا اصلا نمیخوام واردش بشم. زورم آبگوش خوردم که میدونین که مطابق قانون 12 نیوتن
جاذبه زمین رو بدجور اضافه میکنه، مخصوصا تو حوالی پلک بالایی. خداحافظی کن، جمع کن بریم.